شخصیتی که دندان مبارک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را در جنگ احد شکست، ابن القیم رحمت الله علیه گفتند که هر فرزندی که از او تولد میشد یا بی دندان تولد میشد، مقصد دندان نمی برآورد، یا اگر رفت و دنداندار صاحب دندان شود، دهانش بوی بد میکرد که مردم از او اذیت میدیدند و گفتند که این از کثافت پدرها به پسرها هست، چون که الله تعالی این نشانی که هو الابتر گفته بود. البته بد بیننده تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابتر است، دنبریده هست، در نسب او مصیبت می آید. یعنی تحقیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حقارت و مسخره کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این یک گناهی است که گاه شؤم و کثافت او به فرزندان آن انسان هم برسد. ولی اصلا قاعده عام هست که هیچ کسی به گناه کسی به جزا گرفتار نمی شود.